میکنند داور چهارم باشد مهربان شمس‌الدینов است و صدایش که داور هم بلند گردید. دسته وحش از مرکز میدان بازی را شروع کرد. نگفته نماند که در بازیگران دسته وحش محمد جان نسکوف پس بعد داخل جریمه گاه اینجا امکانیت پیدا می شود. در 4 بازی این تیم نتوانست با زدن گل دست یابد. اینجا امکانیت برای بازیگران دسته وحش و سنت‌الله اسماعیلوف چیکار میکند در اداره همدسته‌های اوست. ادامه حمله دسته وحش پس با داخل جریمه گاه توپ دو به نورالدین امرخلوف نیامد. حمله جوابی میتوانند بروند بازیگران دسته پرواز پس بعد دوان دانیل کویکو و اینجا چگونه پوغج پس زمینی تویرجان تغییرزاده ارسال پس بعد تاتارکوف دوان دانیل کویکو اینجا توپ را از تاتارکوف گرفت. صورت افزای دانیل کویکو پس اما حمله نوبتی دسته پرواز دوان دانیل کویکو یک گزارش دیگر پس با داخل جریمه گاه ببینید که چی تاتارکوف واگذار میکند. ضربه به سمت دروازه و گل. ضربه خیلی خوب انجام داد اینجا بازیگر دسته وحش پس از آنکه در شروع موسم با دسته وحش آمد. ضربه خیلی خوب زد، خیلی عالی اون اجرا کرده شد. میکیتا تاتارکوف واگذار کرد بهتر نظرف و دیفوگر کانوری دست یک پرتافت دیگر به سمت میکیتا تاتارکوف. امکانیت ادامه حمله هست. ارسال به داخل جریمه گاه و اینجا خرید امور خیلی بیان کنی ها. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای کوان دانیل کویکو ضربه و ارسال نادرست بود بازیگر دسته وحش در داخل جریمه گاه. ضربه بکجان جورابویف و سمت دروازه و گل. بکجان جورابویف اینجا عملی را که احتم نظرف کرد تکرار میکند و او علکی سخن خود را میگوید. کوشش بازیگر دسته وحش نتیجه داد. دسته پرواز هم پاس یک فرصت دیگر و پاس هم اینجا ضربه بکجان جورابویف بود که احتم نظرف حمله وحش را ادامه میدهد. یک پاس طویل دیگر امکانیت خطرناک کردن حمله هست برای بازیگران دسته وحش. پس با داخل جریمه گاه و اینجا سمت برای بازیگران دسته پرواز و با همین تمام دوستان عزیز و ارجمند رسد. فردوس عظیمزاده بودم که این رقابت را تو با آخر با شما تماشا کردم. باقی سلامت و موفق باشید و همیشه لیگ عالی و چمپیونات تاجیکستان را پیگیری کنید. خیر.